انسان مسلمان هیچ وقت ریایی نمی است که یک کار خوبه به خاطر یک انسان ترک بکنی یا یک کار خوبی رو به خاطر یک انسان بکنی. اگه کار خوبه به خاطر انسان کردی یا کار خوبه به خاطر یک انسان ترک کردی، در دوش ریاست. اینا از این خاطر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، زندگی و مرگ ما کلش به کی تعلق میگیره؟ الله. چرا؟ به خاطر که کی است؟ رب العالمین. این فایده توحید ربوبیت است. کسی که نمیفهم مشکلش اینه است که نماز خودم به خاطر مخلوق، مناسکام والا من حج رفتم مردم باز بگه که حاجی صاحب فلانی، والا من خیرات کردم سر پدرم که باز مردم نگویه که والا این خیرات نکرد، والا من ریش ماند باز مردم نگویه که ریش ماندی، والا من صاحب فلانی کار کردم به خاطر که مردم اتو نکنه، والا صاحب مردم، والا صاحب مردم، والا صاحب مردم. اما وقتی که توحید ربوبیت فهمیدی، مردم هیچ در نظرت نمیه. کل مردم اگر کلشان بخوای برات ضرر برسانه، ضرر رسانده میتونه وقتی که الله کت تو باشه. از این خاطر هیچ وقت، از این خاطر کسی که توحید ربوبیت خوب میفهمه خوب جرأت داره، خوب جرأت داره. وقتی میفهمه که والله این مرا کشته نمیتونه مرا یک لقمه را زیاد کنه یا کم کنه. صحیح؟ چیزی که بر تو مقدر است نه کس زیاد کرده میتونه نه کم کرده میتونه. راحت است.